شهرستان کوهپایه قلب یکی از بزرگترین نیروگاه‌های خورشیدی که در حال ساخته. وسعت این نیروگاه 1200 هکتاره. یادمون باشه که باغ کیو لندن 105 هکتاره. اینجایی که ما هستیم نزدیک به 12 برابر بزرگتر از باغ کیو لندنه و چیزی حدود 8 برابر بزرگتر از باغ گیاهشناسی تهران. منطقه بسیار بزرگیه که داره مجهز میشه به سلول‌های فوتوولتائیک برای که بتونه دست کم 600 مگاوات برق تا پایان سال آینده 1404 فراهم بکنه. ما از یک تا حالا 450 مگاوات برق تونستیم از طریق خورشید تامین بکنیم و این یک نیروگاه به تنهایی همه رکوردها رو داره جابجا میکنه. تا حالا 20 مگاواتش راه اندازی شده، وارد مدار شده. زودی 120 مگاوات وارد مدار خواهد شد. سرمایه‌گذاری این پروژه بزرگ توسط فولاد مبارکه اصفهان در اتفاق میفته. این پنل‌هایی که شما میبینید وقتی که زیرش سایه میفته یعنی میکوریزها فعالیت میکنن، باکتری‌های مفید فعالیت میکنن. فرایند خاکسازی توی یکی از فقیرترین خاک‌های کشور تسریع میشه. یعنی این کار میتونه به نفع کشاورزی، به نفع حاصلخیزی خاک هم تموم بشه. ما با یه معادله داریم در حقیقت چند هدف رو میزنیم. این کار میتونه باعث بشه تا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کاهش پیدا بکنه. ایران میتونه به عنوان یک کشور مسئولیت پذیر در جامعه جهانی به رسمیت شناخته بشه. ما به سمت برافراشته شدن واقعی پرچم امید بریم. این راهکار هم به نفع صنعت، هم به نفع کشاورزی، هم به نفع محیط زیسته.